یک دوست داشتم از او هم گذشت. دو درکی داشت مدت نگذشت دوامی سال او هم از دنیا گذشت و هر باری که مادرش زیق می شود بعد به من زنگ می زنه میگوید کمی صحبت کنیم راستی بسیار دردناک است. فهمیدن آن بسیار دشوار است چون فرزندانم پیشمان بازی میکنن میگردن. این درد رو ما حس کرده نمیتوانیم. بچه خودکک دارم. هر باری که من زخم شدم اگر که آب دیده کنم یگانه آب دیده است که انسان رو بای میکنه سبک میکنه. بعد آمده از روی هم بوسته کرده هم میگیرد. خودکک است. مادر زن میزند میگوید کمی هم باشد صحبت کنیم. از صحبتش اون درد دارد هیچ توخط کردن نمیتوانم. چند پیش ما صحبت کرده بودیم. چند پیش من واقعه رو نقل میکنم. بعدی که پسرش گذشت دوم پسرش گذشت جایی که فرزند باید شوهر باید پهلویش باشد جایی که در همین حالت پهلوی مادر باشد شوهرش پرتافت را بررسی رفت زنی دیگر گرفت. نمیدونم از جهل بود از فعلش بود چیزی بود. خیلی کار خدا است. زن تنها موند. اکنون تصور کنید که زنی که دو فرزندش گذشت نیست ندارد. دیروز پیش چشمش بازی میکرد امروز نیست. شوهری که تکیه گاهش بود برو تکیه میکرد. زنها خوب میدونن نیست. شوهر پرتافت رفت. چه مصیبت بالای هم. سری چند مدت زنگ میزند دل برداریش میکنه میگه مادر توخط کن. نوری به سرم رفته است جان جگرم رفته است. نفرانی که فرزند گم کردن این درد رو خوب میدونن. خدا میدید خدا میگیرد. هیچ چیز به همت نیست. نوری به سرم رفته است جان و جگرم رفته است. از این عالم فانی شهد و شکرم رفته است.